چالش 6 روز هر بار 5 تا از اسم قشنگتون روز 4. اگه اسم تو این ویدیوها نیست اسمتو برام کامنت کن و پیج و فالو داشته باش تا گمم نکنی. نوشتن یک هنر است و مانند هر هنر دیگری با تمرین و تلاش به زیبایی میرسد. زیبا نوشتن مانند یک باغ است که با دقت و صبر گلهای زیبای احساس و اندیشه در آن پرورش داده می شود. زیبا نویسی انقدر موثره که نویسنده کتاب شازده کوچولو میگه نوشتن یعنی فکر کردن با کلمات و کاش ما یاد بگیریم زیبا بنویسیم که زیبا هم فکر کرده باشیم. اگه میخوای توی کمترین زمان و با کمترین هزینه به صورت تخصصی زیبا نویسی رو آموزش ببینی پیج رو فالو کن و عدد 6 رو توی دایرکت برام بفرست.